السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز گرامی قدر، الله سبحانه و تعالی هر یک کدیم و شما را علم مفید و رزق حلال و عمل هایی که نزد پروردگار قبول می شوند، اون گونه عمل ها را الله سبحانه و تعالی برای هر یک کدیم ما و شما نصیب بگردانه. الله سبحانه و تعالی دیدار خانه خودش را برای هر یک کدیم ما و شما نصیب بگردانه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان فرموده است که ایمان شما کامل نمی شود تا اون حالتی که هر اون چیزی که برای خودت دوست می‌داری برای برادرت دوست نداری. الحمدلله که از ما در این موضوع مکان هستیم، نزدیک کعبه هستیم. از الله طلب میکنیم که خداوند هر یک برادران ما را و هر یک اکاها و دادرها و اپا و خواهران ما را بر اینجا و مکان مقدس و پدران مهربان و مادران عزیز بزرگواران بر اینجا و مکان مقدس نصیب بگردانه. انسان وقتی که داخل اینجا میشه الحمدلله دلش پاک میشه و از الله طلب میکنیم که خداوند حج ما را مبرور و مقبول بگردانه، که میشه با طاعت عبادت الله باشیم. خداوند از دلهای ما کبر و غرور و حسد و کینه را دور کنه. فقط متکل به الله میکنیم انشاءالله که هر انسانی که توکل به الله میکنه از تمام مشکل ها انشاءالله خارج میشه. و مخاطب دوستان عزیز، برادران عزیز، برای همتون دوست میدارم که همه ما و شما برای جو و مکان مقدس انشاءالله که بیاین. انشاءالله که اگر که به خاطر الله بیاین، یعنی همه چیزتون ترک کنین بیاین، الله براتون از این بهتر و بالاتر نصیب میگردانه. بعضی انسان از سبب کارشون میگه از کار سرمان میکنه اگر که ما بریم. لا، انشاءالله که شما به خاطر الله که اگر کار بگذارین و به خانه خدا و دیدار خانه خدا بیاین، الله براتون از او کار ده بهترش و افضلترش نصیب کن میگردانه. با مخاطب برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی هر یک کدیم و شما را نگهبان باشه و رزق حلال برای هر یک کدیم و شما نصیب بگردانه. در امان الله باشین. از دعای صالحتان مرا فراموش مکنین.